خانواده شد قضیه که تو باشگاه پیش اومد و براتون تعریف کنم. اول از همه صورتمو بشورم و اینکه میخوام پک ضد جوش فاربنم بهتون معرفی کنم که با این شوینده شروع میکنم. این شوینده مخصوص پوست چرب و مختلط فاربنه که غیر صابونی، فاقد پارابن و فتالات. قبلا بهتون گفتم که فتالات میتونه باعث اختلالات هورمونی بشه و این خب این از شوینده‌های ایرانی که فاقد فتالات. البته این شوینده جدید نیست و فقط بسته‌بندیش جدید. بعد از شستشوی صورت این تونر فاربن رو میزنم که فاقد الکل و پاراپن سولفاته و در واقع تونر کنترل چربی و کاهش سایز منافذ محسوب میشه. امروز تو باشگاه خانمی رو دیدم که ضایعات قارچی منتشر همه جای بدنش داشت. به نظر میومد که نمیدونست مبتلاست چون حولم نیومد. من به محض اینکه دیدم اول از همه ترسیدم که نکنه من ازش مبتلا شم. راستی اینم اسپری سالیسیلیک اسید فاربنه که من برای تیزون هم استفاده میکنم، یعنی روی بینی و پیشونی که جلو اون فیلامنت های سه‌باسه رو بگیره. ولی خب برای جوش و جای جوش بدنم قابل استفاده. خلاصه که جمع کردم اومدم خونه و ورزش نکردم، ولی خب بهش هم مستقیم نگفتم چون ترسیدم ناراحت شه. ولی چون سلامت جمع و به خطر میندازه به نظرم باید به صاحب باشگاه بگم غیر مستقیم بهش بگه. ها نظر شما چیه؟ راستی اگر پوستتون خشک فاربن فکر شمارم کرد.